الباب الثاني، باب التوبة. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي، فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر، فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها. ابو سعید سعد بن مالک بن سنان خدری رضی الله عنه میگوید: پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: در میان امتهای پیش از شما شخصی بود که 99 نفر را کشته بود. آنگاه به جستجوی داناترین فرد آن سرزمین پرداخت. راهبی را به او نشان دادند. نزدش رفت و گفت: 99 نفر را کشته است. آیا راهی برای توبه دارد؟ راهب پاسخ داد: خیر. پس او را نیز کشت و با کشتن او شمار کشته‌هایش را به 100 نفر رساند. باز به جستجوی عالمترین فرد آن سرزمین پرداخت. عالمی را به او نشان دادند. به عالم خبر داد که 100 نفر را کشته است. آیا راه توبه دارد؟ عالم پاسخ داد: چه کسی میان او و توبه مانع می شود؟ و به او گفت: به فلان سرزمین برو، آنجا مردمی هستند که الله را عبادت می کنند. تو نیز با آنان الله را عبادت کن و به سرزمین خودت باز نگرد که سرزمین بدی است. آن شخص به راه افتاد و در نیمه راه مرگش فرا رسید. میان فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب درباره‌اش اختلاف پیش آمد. فرشتگان رحمت گفتند: او با توبه و قلبی که متوجه خدا شده بود به سوی الله روی آورد. فرشتگان عذاب گفتند: او هرگز کار نیکی انجام نداده است.
آنگاه فرشته‌ای در شکل و قیافه انسان نزدشان آمد. آنها او را میان خود داور قرار دادند. گفت: فاصله میان دو سرزمین مبدأ و مقصد را اندازه بگیرید. به هر کدام نزدیکتر بود جزو اهالی آنجاست. اندازه گرفتند و دیدند به سرزمین مقصدش نزدیکتر است. پس فرشتگان رحمت جان او را گرفتند. و در روایت صحیح است که یک وجب به روستای صالحان نزدیکتر بود، پس از اهالی آنجا محسوب شد. همچنین در روایت صحیح است که الله به سرزمین مبدأ وحی کرد که از او دور شود و به سرزمین مقصد وحی نمود که به او نزدیک گردد و فرمود این دو فاصله را اندازه بگیرید. آنگاه فرشتگان او را یک وجب به روستای مقصد نزدیکتر یافتند و در نتیجه آمرزیده شد. در روایتی آمده است آن شخص سینه اش را به سوی سرزمین مقصد متمایل ساخت.